صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم بنده های خوب خدا، هم نفسه یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین تا این جای لیال عشر دهه اول ماه ذوالحجه به شما خوش گذشته باشه، طاعات و عبادات و بندگیاتون مورد قبول خدای بزرگ و مهربانمون قرار گرفته باشه و انشاءالله که فرصت همراهی تا این نوبت از برنامه یاد خدا رو هم تا پایان داشته باشید. به اول برنامه عطر زدم به عطر گل نرگس، چون روز جمعه بود و متعلق به امام زمانمون، امام امروز و هر روزمون، امام حی و حاضر و ناظر بر اعمالمون، حضرت حجت ارواحنا له الفدا امیرالحاج، و خوش به حال اونهایی که پس فردا در روز عرفه در صحرای عرفات هم نفس با ایشان دعای عرفه میخونن. انشاءالله که نصیب و قسمت من شما بشه. خیلی زود یادتون هست ما این شبها داریم درباره حج صحبت میکنیم، چون موسم حج هست. متخصص و بلد راهمون هم مجدد اسلام و المسلمین میرلوحی نازنین هستن. امشب هم قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام، خیر نفرمایید بنده کجام متخصص، کجام بلد راست. مخلص شما هستیم، تواضع گمراهی هم که نیاز به دستگیری مثل شما سادات بزرگوار دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا حجت الله. امیدواریم خدای متعال در روز جمعه، اقلا اگه روزهای دیگه یاد حضرت نیستیم، روز جمعه ما رو به یاد آقامون، مولامون، صاحب سفرمون، صاحب نعمتمون، ولی عصر، ولی امر، بقیت الرحمن، امام الانس والجان، الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا فدا و عجل الله فرجه الشریف بیندازد و به ما توفیق بده یک کمی به حضرت کم جفا کنیم. واقعا روزهای جمعه اقلا تصمیم بگیریم اگه از شنبه تا پنجشنبه جفا میکنیم، به یاد حضرت نبودن، فراموش کردن حضرت، گناه کردن، دوستان حضرت رو رها کردن، به داد دوستان گرفتارشون نرسیدن، اینا همه جفاست. جدمون صاحب مکیال المکارم که 100 سال پیش به امر خود حضرت نوشته، کتاب بزرگی است، مهمی است. عزیزان که میرن جمکران حتما بخرن از کتاب فروشی جمکران. به امر خود حضرت نوشته 100 سال پیش، مثل صدوق که به امر حضرت 1000 سال پیش نوشته کمال الدین و تمام النعمه رو. 80 وظیفه همه مستند به آیات و روایات، نه اینکه حالا به خواب و مثلا به یه چیزایی غیر علمی، همه مستند. 80 وظیفه‌ای که ما در دوره غیبت نسبت به امام زمان داریم ایشون لیست کرده. کتاب عجیبیه. آیت الله عظمای صافی گلپایگانی، مرجع بصیر که 1-2 ساله از دستشون دادیم، از مراجع پرکار در مهدویت، مرجع تقلید و با اون فقاهت و با اون خدماتش، ولی اینقدر راجع به امام زمان کار کرده که یه مرجع مشار بالبنانی بودن. ایشون مقدمه بر مکیال نوشتن 40-50 سال پیش، نوشتن در این 70 سال گذشته کتابی برای امام زمان مثل این نوشته نشده. خیلی کتاب مهمی. ان شاءالله خدا توفیق بده بتونید. 80 وظیفه فقط برای دوره غیبت ما به عهده ماست. حالا ما کدومش انجام میدیم؟ روز جمعه است، باز یه توسلی، یه سلامی، عرض ادبی همچی میکنیم، یه همچی عرض ادبی، باز همین یادشون رو فراموش نکنیم. و دومین تذکر به خودم، همه عزیزانی که الان برنامه خوب شما رو در این شبکه قرآن و معارف میبینن، اینکه از الان شروع کنیم بوی عطر قدیر در خانه و کاشانه و کوچه و بازار و خیابان و اداره ما متصاعد بشه. به هم دیگه میرسیم بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. آقا هم فرمودن بین قربان و قدیر تو این دهه ولایت و امامت. اونایی که فقط مثلا مقیدن به دستورات و اینکه ابلاغ بشه، آقا دستور آقا مثل قانون میمونه دیگه. فرمودن دهه ولایت و امامت. اگه شما هر سمتی، هر جایگاهی تو این نظام داری، در هر جایگاه رسانه‌ای، در هر جایگاه تبلیغی، باید تو این دهه همه کارات پیوست ولایت و امامت و قدیر داشته باشه. امیدوارم مسئولینی که باید بشنون این جمله رو بشنون که آقا فرمودن دهه ولایت و امامت. در روایات ائمه این ماه رو کلا گفتن شهر الولایه و الامامه. یا اونایی که حالا مقیدن به اینکه دستورات رسمی رو بپذیرن،
دیگه وظیفه خودشون عمل کنن. انشاءالله خدا توفیق خدمت شما. بده. انشاءالله. محضر معصومین سلام الله علیهم اجمعین، مخصوص امیرالمؤمنین. خب عرضم حضور شما که ما میخوایم از شما درباره حج بشنویم. شب یوم الترویه همین رو خواستم بگم. آره فردا روز 8 روز ترویه است و دیگه حجاج میرن که محرم بشن و اعمال و مناسک رو رسما شروع بکنن و حج ابراهیمی رو برگزار بکنن. به نظرم حج هم مثل هر پدیده ای توی این دنیا یه ظاهری داره، یه باطنی، یه پوسته ای داره، یه مغزی. راجع به ظاهر حج شاید اطلاعات تا حدودی باشه، کمتر بیشتر، اما اون چیزی که دلمون میخواد بیشتر توی این نوبت از برنامه از شما بشنویم درباره باطن حج هست، درباره حقیقت حج. اگه صلاح میدونید اگر این سوالا رو میخوام بپرسین آدم حسابی بیارین، چرا منو میاری؟ دقیقاً به خاطر همین شما رو دعوت کردن دوستان. واقعا من قابل نیستم بخوام اینا رو بگم. خدا اختیار دارین، تواضع شما. حدیث شبلی میاد پیش حضرت میره، حضرت اون جملات رو میگن که حقیقت حج چیه. بعد یه علامه طباطبایی بیارین، من نادانه که خودش به حرفای چیزی هم که خودش میگه عمل نمیکنه. من یه مقدمه بگم راجع به اصل حج که اصلا حج چیه، بعد بیام تو این 18 عملیاتش. میدونید 18 تا عملیات میشه حج که حالا به یوم الترویه هم برسیم. یه ساعت 2 ساعت بیشتر طول نمیکشه این بحث من. زیاده. این پیامک کنیم بعدا من برای دوستان بفرستم، خیلی خنده داره. کلی 20 دقیقه برنامه که 2 ساعت بیشتر طول نمیکشه. حالا تخفیف میکنیمش مثلا 40 دقیقه. عرض شود اصل حج چیه اصلا؟ میخوام بگم از مجموع آیاتی که در قرآن مجید راجع به حج اومده، آدم همه اینا رو که مطالعه میکنه، خب مؤسس حج حضرت ابراهیم دیگه. البته میدونیم خانه خدا، مسجد الحرام، خانه کعبه رو که حضرت ابراهیم مؤسسش نیست، از زمان آدم اونجا تأسیس شده، ولی اونی که واقعا اومد احیاش کرد و نوش کرد و بروزش کرد و جا انداخت حضرت ابراهیم بود. مثل قصه مثلا حوزه قم، میگن مثلا مرحوم عاشق عبدالکریم حائری استاد امام آیت الله عظما عاشق عبدالکریم که همون حرم حضرت معصومه دفنن، میگن ایشون مؤسس حوزه قم. خب حوزه قم که از زمان امام عسکری علما راه انداختن، یعنی بودن فقها، علما، روات حدیث همیشه تو قم تو این 1000 سال بودن، ولی اونی که اومد یه حوزه جدی راه انداخت و منظم و منقحش کرد 100 سال پیش عاشق عبدالکریم بود. مسئله کعبه هم همینه. اصل کعبه که تو دعای 10 الارض خوندیم اخیراً 25 ذیقعده، ان اول بیت وضع للناس، اولین خانه‌ای که از زیر کعبه در آمده و برای مردم، عموم مردم ساخته شده کدومه؟ للذی به بکه مبارکن، بکه همون عکه است دیگه، و هدی للعالمین. پس اولین خانه‌ای که رو کره زمین برای عموم مردم درست شده خانه توحید بوده به وسیله حضرت آدم، خانه کعبه است. زمین زیرش هم اولین زمین. بله اول. واقعا میدونید که اصلا این زمین با همه جاها فرق داره. یعنی مقالاتی من خوندم که از نظر مثلا مسائل سیل و زلزله و آب و معادن و شما این آب زمزمی که زیر این سرزمین هست کجای کره زمین گیرت میاد؟ نیست دیگه جایی. واقعا تحقیق دانشمندای غربی است. یعنی آب نه تموم میشه از نظر کمیت و نه کیفیتش خراب میشه. عجیبه. الان شما سالی چند میلیون حاجی میان، هر کدومم چند لیتر میبرن، تموم هم نمیشه. این همه اونجا میخورن میبرن. خب این حالا به اینا نمیخوام بپردازم. میخوام بگم اصل خانه کعبه که از زمان حضرت آدم یا قبل از او بوده، ولی در زمان ابراهیم احیا شده، بازسازی شده که انشالله اگه رسیدیم تو اون 1-2 ساعته میرسیم انشالله میگم. ولی کن عرض من اینه، خدای متعال یه قهرمان بتشکنی داره به نام ابراهیم. مسلماً قهرمان توحید در بین انبیا معروفه دیگه. ابراهیم اینقدر با عظمته که بقیه انبیا میخوان خودشون رو به او وصل کنن. مثلا دعوای مثلا یهودیا و مسیحیا و بعدم مسلمونا این بود که اونا میگفتن ما ابراهیمیم، اونا میگفتن نخیر ما ابراهیمیم. بعد خدای متعال اومد گفت نخیر شما هیچ کدوم نیستی، این هذا النبی ان اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین مردم به ابراهیم و اون حقیقت توحیدی و بت شکنی او، نه شما یهودیین نه شما مسیحیین، بلکه این آقاست. چون این واقعا تو خط ابراهیمه. شما گفتین یهود عزیر ابن الله
که برای خدا پسر قائل شدیم، پس شما از توحید رفتیم بیرون، دیگه ابراهیمی نیستین. مسیحی هم گفتن که مسیح ابن الله، اون اقانیم ثلاثه رو درست کردین، شما از دایره توحید رفتیم بیرون. اونی که واقعا توحیدی، حنیفاً مسلماً موحداً ابراهیمیاً، این آقاست. یعنی خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که فرمود ان اول الناس، نزدیکترین ولایت یعنی نزدیکی دیگه، ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا. خب این آقا که اومد عمرش سراسر توحید، سراسر بت شکنی بود، کسی مثل حضرت ابراهیم، اونطوری که از قرآن مجید و کتب آسمانی پیشین استفاده میکنیم، کسی در گسترش توحید در عالم مثل ابراهیم نقش نداشت. همه موحدان عالم همه افتخار میکنن که ما منتسب به حضرت ابراهیم. همین خبیثای آمریکایی و اسرائیلی این قرارداد ننگین صلحی که میخواستن درست کنن با کشورهای اسلامی که این قصه 7 اکتبر زد، بله، مثل بولدیزر از روشون رد شد و به قول آقا گفتن خیلی هم به موقع بود. یعنی تمام نقشه ها اینا رو هم چیده بودن دیدی یه پازل میخوان کاملش کنن، احسن یه دفعه خدا رحمتشون کنه و واقعا به این ملت قوت بده، صبر بده که داده، ظفر و پیروزی بده انشالله. اینا تمامشون اومدن به اسم ابراهیم، از بس ابراهیم آبرو داره. این حالا میخوام بچسبونم. این آقا که تمام وجودش صرف توحید شده، چیکار کنه که این توحید بماند برای 3400 سال، 3000 که الان ما بعد 3-4 سال که از حضرت ابراهیم اومدیم هنوز داریم دنبال رو اونیم. میگیم شما به من فرمودین حج ابراهیمی. چرا؟ خدا رحمت کنه امام میفرمود حج ابراهیمی، و این حرف من و شما نیست، حرف ائمه است. ابراهیم چیکار کرد که اینجوری اسمش موند؟ این پاسخ این سوال رو از شما میشنویم بعد از به نظرم جای خوبی شد یه ذره ما هم فکر کنیم به این سوال. حضرت ابراهیمی که غرق در توحید بودن، حالا چه کردن که این ماندگار بمانه این توحید و وحدانیت؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن چه کردند برای ماندگاری و مانایی این وحدانیت؟ بسم الله. هر خدا رحمت کند امام میفرمود هر مکتبی که سینه زن ندارد، تظاهرات و حیاه ندارد، نمیماند. یه مکتب و مرام بخواد بمونه باید مناسک داشته باشه، شعائر داشته باشه. شما ببین الان مثلا ما یه 9 دی میخوام بمونه چیکار میکنیم؟ راهپیمایی میذاریم، چیکار میکنیم؟ یه 12 بهمن 20 اینا رو چیکار میکنیم بمونه؟ هنر امام این بود که برمی‌داشت اسمای قرآنی رو مزیجش میکرد، این دهه فجر قرآن رو میذاشت رو اینا میموند، به یه قرآنی، به یه اهل بیتی وصل میشد. مثلا خدا رحمت کند این شهدای حاج احمد آقای کاظمی فرمانده نیروی هوایی سپاه که بود، وقتی روز عرفه شهید شد، همین ایام هم بود، یادش کنیم. والا چقدر خدا شاید فکر نکرده بود. گفتم اسمشون رو بذارین شهدای عرفه، این عرفه میمونه. ولی هر اسم دیگه بذاری 5 سال دیگه فراموش میشه. اصلا برکت هم پیدا میکنه. اگه میخوای، یه وقت شهید حسن آقای تهرانی مقدم شهید شده بود، یه سری جایی بود اتفاقی، منم اتفاقی بر خورده بودم قاطی آدم حسابیا، خواستن اسم بذارم برای این شهدا، گفتم شهدای قدیر. قدیر این هر چی دیگه بذاری 5 سال 10 سال دیگه به خدا فراموش میشه، ولی قدیر تو گوشت و پوست و خون این مردمه. یعنی تا جونشون در نیاد قدیر و علی و عرفه و امام حسین رو فراموش نمیکنن. این است که شما بخوای یه چیزی بمونه بعد مناسک، شعائر، هیاهو، سینه زن. رحمت کند امامو که هرچی داریم بعد 40 و چند سال هنوز یاد امام میکنیم. اول انقلاب سر و صدا کردن که آقا دیگه سینه زنی و عزاداری اینا مال تشیع صفویه، مال امولی و مرتجعی است، ما دیگه لوکسیم و جدیدیم و درس خونده و تحصیل کرده و انقلاب کردیم، باز داره سینه بزنیم. این سینه‌ای که به خودت میخوای بزنی مش بزن به سینه آمریکا و انگلیس و اسرائیل و حرفای قشنگ. امام اولین محرمی که تو جماران خدا رحمت کند آقای فلسفی خطبا رو جمع کرد و آقای کوثری اومد یه روزه خوند و امام فرمود نه، دست از محرم و سفر بر ندارید، با روزه زنده هستیم، با محرم و سفر زنده هستیم. این محرم و سفر است که خون ملت های اسلام. اگه مراسم و شعائر نداشته باشی از بین میری. دیگه مبدعی، مکتبی، هویتی،
شاخصه ای از توحید زیر این آسمان بالاتر هست؟ اگه توحید که اصلا همه انبیا برای چی دعوت کردن؟ اصلا شاید این همه سفارش اهل بیت برای گریه کردن برای امام حسین، برای زیارت رفتنشون. آفرین. همینه دیگه. آفرین. 100% درست گفتی. تمام انبیا رو قرآن میگه ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، تو هر امتی رسولی که برای چی؟ برای 2 کلمه، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ان اعبد یعنی دیگه ما از توحید بالاتر چیزی داریم؟ خیر. شما فکر کن هر چیزی به ذهنت برسه، هر چیز مقدسی، شهادت، ایثار، ذیل توحید، همه ذیل توحیدن. بابا همه انبیا برای توحید کشته شدن. امام حسین خون مطهرش برای توحید، امیرالمؤمنین پیغمبر، حضرت حمزه سید الشهدا، جعفر طیار، هر بزرگان ما همه فدای توحید شدن. ما از توحید بالاتر نداریم. خب این توحید و خدا اگه بخواد نگرش بداره چیکار میکنه؟ اولا یه ظرف میخواد، میگه ابراهیم برو اون خونه رو بساز، این اسمش خونه توحید. یه مکتب باید غذا هم داشته باشه، لباس هم داشته باشه، بیرق هم داشته باشه، راه رفتنم. این راهپیمایی اربعین چی اینقدر ائمه ما رو تشویق کرد؟ یه مکتب باید همه چی داشته باشه. حالا من میترسم با زور شما نگاه کنیم وقت تمومه، میخوام به یه جایی برسونمش. بحث امشبو خدای متعال به ابراهیم گفت برو این خونه رو بازسازی کن، خراب شده. این بس اسمش رو بنویسیم بیت التوحید، کعبه مشرفه، مکه معظمه. خب با کی؟ اونجا که امکانات نبود، خودش بود و حضرت اسماعیل، 2 نفری. اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، ساختن رفتن بالا. حالا چه جوری ساختن و چه مناجات ها و ربنا تقبل خیلی توش قصه های خوشمزه داره. یعنی نگاه شما یعنی میگه بس کن دیگه اینا رو نخون. حالا فعلا یه ذره بگو رحم کنم به ما. به حضرت ابراهیم رحم کنم. این ساختمان رو بساز، بعد تمیزش هم بکن. این ساختمان توحید بس شیک باشه، پاکیزه باشه. ان طهرا باز دوباره به 2 تاست. به کدوم 2 تا؟ ابراهیم و اسماعیل. طهرا تصنیه است دیگه، شما عربی خوندید دیگه. طهرا بیتیه، برای خونه منو برای مهمونا تمیز کن. کیا میخوام بیان اینجا مهمونی؟ للطائفین، طائف یعنی طواف، والعاکفین میان اعتکاف و رکع السجود، نماز بخونن رکوع. اینجا تر و تمیز آماده برای که بیان. باید سر و صدا باشه، باید هیاهو باشه تا این توحید بماند. حالا چند نفر بیان؟ 100 تا بسه؟ نه، همه عالم. برو رو بام کعبه، به بلندای همه اعصار و امصار صدات باید تو کرات آسمانی بپیچد تا هزاران سال دیگه. و اذن، این اذان به معنی هم فراخوانی که ما میگیم تمام عالم بفهمه. و اذن فی الناس بالحج، ابراهیم برو بالای بلندی کعبه جوری فریاد بزن که 3500 سال دیگه آقای قوامی هم بشنوه. الان شما صدای ابراهیم رو نشنیدی که دلت میره؟ چرا دلت میره برای رفتن مکه؟ مثلا هوای خیلی خوبی داره، خنک، باغ، درخت. خب اگه برای تفریح باشه کلاردش که هواش بهتره. این شمال ما چرا مردم اینجور اشک میریزن؟ شب قدر که بزرگترین شب ساله، حاجتشون هم رواز میگن ورزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی، هر سال نصیبمون کن. این محبت رو کی انداخته تو دل مردم؟ این ندای حضرت ابراهیم همه ما شنیدیم. و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا، پا برهنه، سواره، رو شتر، موتور، مرکب، هر جوری هست خودتون رو برسونین که بیان چی کار کنین. سوال اصلی اینجاست. جمعیت اولا محدود نیست، همه باید بیان، هر کی استطاعت داره. البته میدونی بعضیا رو من دیدم تو کشور دیگه، من از حج زیاد رفتم اون سالی که جوون بودیم و مبلغ بودیم و زباندان بودیم و عربی انگلیسی بحث میکردیم اینا، دهه 60 اینا. حالا که دیگه پیر شدیم کم، خیلی 20 سال نرفتم، خدا قسمت کنه همه اونا که عاشق زیارت مکه و مدینه. ولی یه عده می‌بینی یه پا بی پا میان. یعنی خدا کنه یه جوری بشه که اینقدر دایره استطاعت رو برای خودمون سخت نگیریم، همه باید بریم. اصلا اگه مردم بفهمن چی هست تو اون خانه خدا. داشتم به همین فکر می‌کردم، شاید ما متوجه اون ضرورت هنوز نشدیم. اون همه اینا جمع بشن. پس محدوده این حج برای حفظ توحید کجاست؟ ایران، عراق، ژاپن، آمریکا، نمیدونم آلاسکا، همه عالم. و اذن فی الناس
ناس یعنی همه، هر کی رو این کره زمین زندگی میکنه ناسه. چون روز اولی که کعبه رو درست کرد گفت چی؟ ان اول بیت وضع للناس، برای همه است. این تو مکه تو خانه خدا نمیتونه بگه اینجا جایگاه ویژه است، برای مسئولینه، برای پولداراست، برای عرباست، عجما رو راه نده، برای آسیاییاست، برای اروپاییاست، برای کمپولاست، پرپولاست، رؤسای، هیچ کس حق ندارد. و این کاری که میکنن الان همین که همه رو در بیار دیگه. من سرلشکرم و من تیمسارم و من سردارم، من میلیاردرم و من تریلیاردرم. این کاری که میکنن جایگاه درست میکنن برای پادشاهان و رؤسای جمهور، این خلاف اون حقیقت حجه. اونجا علی السوا همه. یه فقیر بیابونی اهل بادیه چیز اومده اونجا نشسته صف اول، نمیتونی بلندش کنی. و این حکم مال همه مساجد ها. یعنی شما توی مسجدی میری یه کسی اونجا نشسته بلند آقای وزیر داره میاد، شهردار داره، اصلا نمازش باطله. اگه راضی نباشه جا مال اونه. جا مال کیه؟ برای هر کی اومد. ناس نگفته برای پولدارا، نگفته برای اساتید دانشگاه، برای علما، برای مثلا فرماندهان لشکر. نه، اینو ما نداریم تو مسجد و خانه خدا نداریم. خدا رحمت کند آقای آل هاشمو که این بساطا رو همه رو جمع کرد و واقعا این بازگشت به اون حقیقت نماز و مسجد زمان صدر اسلام. خب خدای متعال اعلام کرد همه بیان و اذن فی الناس بالحج، که بیان اونجا به زیارت کی؟ من میخوام یه سوال کنم از بینندگان عزیز. ما میریم حج، الان این جمعیتی که از ایران داره میره، میرن سنگای کعبه رو ببینن، میرن پرده مخمل کعبه رو ببینن، میرن پادشاه عربستان رو ببینن، میرن کیو ببینن؟ آقا فرمودن اونجا دنبال چیزی باشید که جای دیگه گیرتون نمیاد. یأتوکه، این قرآن میگه، یعنی همه به قصد رفتن دیدن حضرت ابراهیم و بعد از ابراهیم انبیاء دیگر تا برسه به خاتم انبیا، و الان به قصد دیدن صاحب الامر امیرالحاج ولی عصر امیرالحاج حقیقی حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فداه و عجل الله فرجه ان شاء الله. پس من از فرمایشات شما خیلی کوتاه اگر بخوام جمع‌بندی بکنم دریافتم حقیقت حج مساوی است با توحید و وحدانیت و اعمال و مناسک هم برای تبیین و ترویج. حالا اگه فرصت شد تو شبای دیگه میگیم که این اعمال چجوری توحید رو حفظ خواهد کرد. این 18 عملی که حالا انشاءالله خیلی استفاده کردیم، دست شما در نکنه.